امام غزالی رحمت الله علیه توی یکی از علمای ایرانه، تو دوران خودش قرن 5 هجری سرآمد علما بود، ما نداشتیم مثلشون. یک روز سر کلاس با خودش میگه 500 تا فقط عالم میامد سر کلاس تفسیرش، 500 تا عالم، عوام الناس بذار. که یک روز سر کلاس با خودش گفت من کی هستم؟ 500 عالم، این همه جمعیت آمده، من چقدر حتما خوب بلدم. به زبان نیاورد، فقط تو ذهنش آمد. که ناگهان یک جوانی دست بلند کرد، گفت غزالی، یا امام غزالی، یا استاد. گفت بفرمایید. گفت سوال دارم. گفت بگو. گفت الله متعال در سوره رحمان میفرماید کل یوم هو فی شأن. خداوند هر روز یک حالتی هست. حالت الله امروز چی است؟ میگه ناگهان دیدم هیچ، ذهنم خالی شد. لآتینهم عن ایمانهم، نه سمت راست. یک لحظه غرور. این ویروس چقدر وحشتناکه، نه؟ هر چه فکر کردم نتونستم. گفتم فردا جوابتو میارم انشالله. شب رفتم، خب به کی زنگ بزنم؟ امروز علامه گوگلم نبود که سریع به این اون سرچ بکنه در بیاره، موبایلم نبود زنگ بزنه به مفتی صاحب به فلان علامه، به هیچ کس، همه به غزالی زنگ میزنن. خب غزالی به کی زنگ بزنه؟ یا الله چیکار شده؟ هر چه فکر کرد روی آیه نشد. فردا رفت سر کلاس، استاد سوال دیروز. گفت فردا باز میارم. چند روز گذشت، هر چه فکر کرد، اینترنتی اگر میبود وصل میشد، نبود. کتابی نبود واقعا. آخر یک شب خودش پیش الله سر رو بسید، ای الله چی شده؟ یادش آمد، ویروس. این مشکله، نه؟ ما اگر صبحانه نتونیم غذا بخوریم سریع میگیم دیشب چه خوردم. اگر شب غذا نخوریم فوراً میگیم ظهر چه خوردم. ولی اگر زمانی که نماز صبح بلند نمیشیم نمیگه من دیشب چه کردم، من دیشب چه کردم که نمیتونم برای الله بلند بشم. حضرت امام شافعی رحمت الله علیه میفرماید یک شب رو اگر من با الله سپری نکنم فردا روز خوبی ندارم. ببینید شما، قضیه مهمی است. حضرت امام غزالی رحمت الله علیه میگه ای الله من چه کردم که هنگ کردم، این چه ویروسی بوده؟ یک لحظه یادش آمد، اوهو من غرور اجازه دادم بیاد عن ایمانهم، سمت راست، به وسیله علمم که چند تا طلبه میاد، عالم میاد، شروع کرد به زجه زدن، سر رو گذاشت به سجده پیش الله، شروع کرد به گریه کردن، تا اینکه نیمه های شب رسول الله صلی الله علیه و سلم در خوابش آمد. غزالی من چی شده؟ چرا زجه میزنی؟ چرا داری گریه میکنی؟ یا رسول الله یک اشتباهی کردم، فهم قرآن برام بسته شده. واتقوا الله و یعلمکم الله. باور کنید اگر تقوا و پرهیز نباشه خداوند هنگ میکنه ذهن انسانو، زبان رو میتونه منگنه کنه، فکر رو میبنده. گاهی یک تاجر تمام عیار مجرب یک اشتباهی تو بازار میکنه که یک بچه 10 ساله نمیکنه. نشده این اتفاق نیفتاده؟ بعضی موقع گفتید ای من این کارو کردم، من با این ذهنم، با این تجربم. بله، وقتی از الله غافل بشید یک کارایی انجام میده انسان، فکر و درک و عقل و بینش رو همه رو میگیره. ای الله توبه کردم. رسول الله صلی الله علیه و سلم در خوابش آمد، غزالی پریشان نباش، جواب سوال اینه، برو فردا به اون طلبه بگو خدای عزوجل کل یوم هو فی شأن. خدای متعال حالتش اینه که یک انسانهای عزیزی رو ذلیل میکنه، از تخت و تاج و پادشاهی به زمین میکشه، یک عده انسانهای معمولی رو هم عزیز میکنه. این کار خداست، هر روز یک عده رو عزیز، یک عده رو ذلیل. خوشحال شد، رفت سر کلاس. قبل از اینکه اون طلبه بپرسه گفت این سائل کجاست؟ خود غزالی حالا خوشحاله، گفت ها انا، من هستم. گفت جواب سوالت رو پیدا کردم. گفت چی هست؟ گفت الله ذوالجلال کارش اینه که یک عده‌ای رو عزیز میکنه، یک عده‌ای رو ذلیل میکنه. کار خداوند هر روز همینه. یک انسانهایی که پول دارن اونها رو فقیر میکنه، ورشکست میکنه. یک انسانهایی که به دربار الله میاد، الله اونها رو برکت در زندگیشون میده. خداوند کارش همین هست. میدونی چی گفت؟ گفت یا غزالی اکثر الصلاة والسلام على من علمك هذا في المنام. ای غزالی زیاد درود و سلام بفرست بر اون کسی که در خواب به تو اینو یاد داد. چقدر اینها زیبا بودند. رسول خدا رو در خواب میدیدن، پیامبر به اینها تعلیم میداد.
و عن ایمانهم مواظب باشید غرور نیاد. به خاطر انفاق کوچکی میکنیم